بعد از دهه میلشکینو تقریبا در 3 کیلومتری مسکو پودوبه شروع می شود. از صدها دهه های روسی که نام افسانوی دارند، این دهه در حال به چشم می خورد. روزنه یورتها که در دروازه ها آویزان شده است برای هر یک قرغیز تبار خودی می نماید. در این حوله حالا کسی نیست، اما از دیگش معلوم می شود که اینجا قرغیز ها زندگی می کنند. منزل های با حشمت آنها نیمه ساخته است. خانه ها را برای قرغیز ها هموطنانشان می سازند. با وجود آن که در این منطقه یگان چهره اسلاویانی به نظر نمی رسد، اما این به مهاجران احساسی وطنداری را نمی دهد. اگر ما در قرغیزستان چنین کار می داشتیم مگر بر نمی گشتیم؟ آنجا زمین ما مردم ماست، اما جای کار ندارد. اگر در آنجا امکانی پول کار کردن وجود می داشت مگر من اینجا زندگی می کردم؟ نادربگ میگوید به مثل دیگر کارگران گروه ساختمانیش بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به روسیه آمد. سرنوشت همه آنها قریب یک رنگ است. وقتی کلخاز بر هم خورد، نادربگ که در آنجا محاسب کار میکرد به چکنه فروشی گذشت. چون تجارتش رشد نکرد مجبور شد به ساختمان رو آورد. در آن طرف راه پزشکی از قرغیزستان خانه 2 آشیانه می سازد. وی در مسکو کار و زندگی می کند. ساختمانچیان وعده می دهند که تا سال نو کار را انجام می دهند و صاحب خانه می تواند بور یا کوبان کند. هر قدر تستر تمام کنیم برای خود ما هم خوب است، برای آنکه سردی ها شروع می شود. کنیبگ میگوید مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی نیتی برای همیشه در اینجا ماندن را ندارند، اما به قول این بیناکار شماره قرغیزهایی که در شهر و دهه‌های روسیه مسکن میشوند افزایش می‌یابد.